خداوند صدای ترک دلها رو خیلی زودتر از صدای فریاد زبانها میشنوه. کافی است که از عمق قلبمون به درگاه الهی دعا کنیم. من معتقدم که سهم ما آدمها روی زمین آرامشی است که به همدیگه میدیم. من معتقدم که خوشبختی زمانی است که دلی رو نرنجونیم، قلبی رو آزار ندیم، آبرویی رو نبریم، دیگران رو آسیب نرسونیم، قضاوت نکنیم، آبروی کسی رو نبریم. خداوند صدای ترک دلها رو خیلی زودتر از صدای فریاد زبانها میشنوه. کافی است که از عمق قلبمون به درگاه الهی دعا کنیم. من معتقدم که سهم ما آدمها روی زمین آرامشی است که به همدیگه میدیم. من معتقدم که خوشبختی زمانی است که دلی رو نرنجونیم، قلبی رو آزار ندیم، آبرویی رو نبریم، دیگران رو آسیب نرسونیم، قضاوت نکنیم، آبروی کسی رو نبریم. خداوند صدای ترک دلها رو خیلی زودتر از صدای فریاد زبانها میشنوه. کافی است که از عمق قلبمون به درگاه الهی دعا کنیم. من معتقدم که سهم ما آدمها روی زمین آرامشی است که به همدیگه میدیم. من معتقدم که خوشبختی زمانی است که دلی رو نرنجونیم، قلبی رو آزار ندیم، آبرویی رو نبریم، دیگران رو آسیب نرسونیم، قضاوت نکنیم، آبروی کسی رو نبریم. خداوند صدای ترک